الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه و بعد. دوستان گرامی، امروز در یک موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم که این زیبایی اهل جنت می باشد. زیبایی این یکی از نعمتهای الله سبحانه و تعالی می باشد که در این دنیا برای بندگان خود عطا فرموده است به شکل متفاوت، ولی زیبایی جنت دیگرگون است، زیرا زیبایی جنت همیشه است، هیچ وقت با آخر نمی رسد. انسان در جنت زیبایی خود را از دست نمی دهد به مانند زیبایی دنیا. انسان در جنت زیبایی آن همیشه زیادتر می گردد، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکشان می فرماید که در جنت یک بازاری است. بازار به معنای این که در آنجا مؤمن ها جمع می گردند و با هم صحبت می کنند و در آن روزی که جمع می گردند این روز جمعه می باشد. اگر چندی که در جنت شب و روز نیست، آفتاب و مهتاب نیست، جنت همیشه روشن است، ولی روزها را می دانند و خاصتا روز جمعه با هم جمع می گردند و در این روز جمال پروردگار را می بینند و هنگامی که در این بازار جمع می شوند یک باد می وزد که بر رویها و لباسهای آنها می وزد و حسن و جمال آن مؤمنان زیادتر می گردند و هنگامی که به خانه های خود برمی گردند و همسران آنها می بینند، آنها را می گویند که حسن و جمال شما زیادتر گردیده است و آن مؤمن ها به زنهای خود می گویند که شما هم حسن و جمال شما زیادتر شده است، زیرا که این بادی که در آن بازار وزید و حسن و جمال مؤمنان را زیادتر کرد، همان باد به خانه آنها هم می آید و همسران آنها را هم زیباتر می گرداند. چنانه که در این دنیا انسان کوشش می کند و به نمازها می رود، نماز خود را در مسجد می خواند و زنها نماز خود را در داخلی خانه خود می خوانند، همین گونه مؤمنان در جنت جمال پروردگار را به مانند نمازهایی که در مسجد می خوانند همان گونه در جمعگاه در بازار جنت می بینند و حسن و جمال آنها بیشتر می گردد. همان گونه زنهایی که در داخل خانه نماز خود را می خواندند، همان گونه جمال پروردگار را از داخل خانه های خود می بینند و همان بادی که در آن بازار وزیده بود به خانه ایشان می آید و حسن و جمال آنها را بیشتر می گرداند. و در مورد زیبایی زنهای جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة طلعت الى الارض لاضاءت ما بینهما. اگر یکی از زنهای جنت بر این زمین نگاه بکند، بین زمین و آسمان روشنایی می کند. ولملأت ما بینهما ریحا، و خوشبویی آن بین زمین و آسمان را پر می کند. ولنصیفها خیر من الدنیا و ما فیها، و
یک روی مالی که بر سر یک زن جنتی است بهتر از دنیا و آن چیزی که در دنیا است بهتر از آن می باشد. این صفت زنهای جنت می باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرد. حتی بعضی احادیثی هست که همسران مؤمنان در آخرت و در جنت از حور عین هم کرده زیباترند و بر آنها بالاترند به سبب آن عبادت ها، به سبب آن طاعت ها، به سبب آنی که از شوهرهای خود در این دنیا اطاعت کردند و فرزندان آنها را تربیه کردند و در نبودن مردهای خود آنها را حفظ کردند. و در دیگر حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنتیان را صفت می کند که آنها چگونه اند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا، اهل جنت داخل جنت می گردند در حالی که آنها جردن مردن. صفت آنها همین است که جرد انسانی را میگویند که موی ندارد در تن خود و مردن مردی را میگویند که در روی خود موی ندارد. یعنی که انسان جنتی در بدن خود هیچ موی ندارد. بیضا آنها سفید هستند، اگرچه در این دنیا مردهای سیاه پوست هم هستند ولی آنها در جنت سفید پوست هستند. جعادا مکحلین، موی سر آنها جنجلموی است. جعادا یعنی که جنجلموی هستند. مکحلین، چشمهای آنها به مانند آن است که سرمه کردگی باشد، یعنی طبیعتاً سرمه کردگی هستند. داخل چشمهای آنها سیاهی می کند به مانند سرمه. یعنی این یکی از صفتهای زیبایی است. ابناء 33، آنها جوانی 33 ساله هستند. و هم علی خلق آدم 60 ذراعا، و آنها به مانند خلق حضرت آدم علیه السلام هستند. 60 ذراعا یعنی 60 ذراع. ذراع این بندی دست را میگویند که حضرت آدم علیه السلام 60 ذراع بود و اهل جنت هم به مانند آن 60 ذراع می باشند و جوانان 33 ساله در کامل قوت و جوانی هستند. این حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کرد این بیان می کند شکل‌های جنتیان را که در جنت چگونه هستند. تمام صفت‌های زیبایی را دارند، یعنی که زیبایی خلقیت آنها به همان گونه که بهترین انسان آن را تصور می کند همین گونه هستند. ولی در حقیقت زیبایی آنها چگونه است آن را تصور کردن نمیتونیم، چون که زیبایی آنها در جنت به طور مستمر و دائم زیادتر میگردد و هر چیزی که آن بنده بخواهد الله سبحانه و تعالی برای آن میدهد. چون که یک بنده میخواهد که زیبایی آن به طور متفاوت باشد یا که زیبایی آن بیشتر و خوبتر باشد، الله سبحانه و تعالی برای او میدهد.
لهم ما یشاءون، در جنت چیزی که بخواهند هست. هر چیزی که میخواهند برای آنها داده می شود. از همین گونه، از همین لحاظ زیبایی اهل جنت با آن چیزی که خود آنها میخواهند همان گونه می باشد.